سوتی ها دو دسته هستن. دسته اول اون وقتایی هست که سوتی میدی اما میتونی سریع جمعش کنی قبل از اینکه خلاصه آبروریزی پیش بیاد و این حرفا. ولی امان از دسته دوم، اون وقتایی که سوتی رو میدی اما نمیتونی جمع کنی. مثلا وقتی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، همون موگرینی خانوم، یهو از دهنش بپره که من زمان مذاکرات از حسن روحانی ضمانت گرفتم که حتی اگه آمریکا هم زد برجام و پاره کرد، باز حکومت ایران پایبند برجام بمونه. از اون سوتی ها که صدای پشمالوهای سپاه رو هم در میاره، مثلا قاسمی تئوریسین سپاه که میگه این توطئه نوشته شد توسط اسرائیلی ها، انگلیسی ها، آمریکایی ها، عوامل اجراییش در داخل اینها، پرزیدنت و وزیر خارجه و اینها و مجلس اجرا کردن. 20 دقیقه‌ای امضا شد، دهنها رو مرموم کردند و اینها به همدیگه به عنوان قهرمانان دیپلماسی 10 نفر آدم آوردن بالا، نفر 100 تا سکه تحویل دادن اونجا و اینها زدن قهرمان دیپلماسی، قهرمان فلان. اینها اون آقای دهقان وزیر دفاع قبل که پیشنهاد بهشون میدن، چون از همکاران ایشون هستیم، یه مقطع فرمانده ما بوده، تذکر میدم همینجا اینها که خیلی زود و سریع 100 سکه رو بردارن بیارن تحویل بدن، ما حداقل شاید بسازیم اینجا رو. تاکید میکنم جناب دهقان، 100 سکه ای که جناب آقای پرزیدنت به عنوان قهرمانان دیپلماسی برجامی، فرجام نافرجام دادن به شما، حداقل جناب عالی بیار بده. آقای ظریف اینا که تحویل نمیدن اینا، آقای سیف و آقای فلان اینا که شأنشون عجلتر از این حرفاست اینا، چون نجومی بگیرن اصلا تا اینجا اینها غرقن. شما پاسدار اسلام، پاسدار انقلاب، جناب آقای دهقان تحویل بده 100 سکه. آره بابا بیارین پس بدین. اون 100 تا سکه هم که حتما بیارین پس بدین. یه مقدار دلار هم زمان دور زدن تحریما به جیب زده بودین، اونا رو هم بیارین پس بدین. بعد یه چند میلیون بشکه نفتم زمان برجامتون هپلی هپو شده بود، اونا رو هم بیارین پس بدین. کلی ساختمون و ملک و زمینم از مردم بیچاره مصادره کردین، اونا رو هم بیارین پس بدین. پول و حساب پسنداز مردم تو مؤسسات کلاهبرداری رو، اونا رو هم باید بیارین پس بدین. جوونی صدها هزار نفر رو هم حیف و میل کردین، اونا رو هم باید پس بدین. خلاصه این که کلی چیز هست که باید پس بدین. یه مملکت و 80 میلیون زندگی رو باید پس بدین. وقت پس دادن رسیده، بیارین پس بدین.